وصیت 20، فضیلت 2 رکعت نماز بامداد. از عبدالله پسر عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که مرد گفت: ای پیغمبر خدا، مرا بر عمل دلالت نما که خداوند ثوابم عطا نماید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 2 رکعت یعنی سنت نماز بامداد را همیشه ادا نما، زیرا این 2 رکعت فضیلت دارد. روایت طبرانی. از عبدالله پسر عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: 2 رکعت یعنی سنت نماز پیش از بامداد را ترک نکنید، زیرا در این 2 رکعت مژدها است. از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 2 رکعت نماز بامداد از دنیا و آنچه در دنیا است بهتر است. روایت مسلم.